یکی از خطرناکترین چیزهایی که نهضت بیداری اسلامی را تهدید می کند اختلاف افکنی و تبدیل این نهضت‌ها به معارضه‌های خونین فرقه‌ای و مذهبی و قومی و ملی است. این توطئه همکنون از سوی سرویس‌های جاسوسی غرب و صهیونیسم با کمک دلارهای نفتی و سیاستمداران خودفروخته از شرق آسیا تا شمال آفریقا و به ویژه در منطقه عربی با جد و اهتمام دنبال می شود و پولی که می توانست در خدمت بهروزی خلق خدا باشد خرج تهدید و تکفیر و ترور و بمبگذاری و ریختن خون مسلمانان و برافروختن آتش کینه‌های دراز مدت می‌گردد. آنها که قدرت یک پارچه اسلامی را مانع هدفهای خبیث خود می‌دانند، دامن زدن به اختلاف‌ها در درون امت اسلامی را آسانترین راه برای مقصود شیطانی خود یافتند و تفاوت‌های نظری در فقه و کلام و تاریخ و حدیث را که طبیعی و اجتناب ناپذیر است دستاویز تکفیر و خونریزی و فتنه و فساد ساختند. نگاه هوشمندانه به صحنه درگیری‌های داخلی دست دشمن را در پس این فاجعه ها به روشنی نشان می‌دهد. این دست غدار بیشک از جهل‌ها و عصبیت‌ها و سطحی نگری‌ها در میان جوامع ما بهره برداری می‌کند و بر روی آتش بنزین می‌ریزد. وظیفه مصلحان و نخبگان دینی و سیاسی در این ماجرا بسیار سنگین است.